با سلام خدمت همراهان عزیز فاندد مکس. با سری اول مصاحبه با تریدرهای موفق در خدمتتون هستیم. در خدمت یکی از تریدرهای موفقمون هستیم. ازشون میخوایم که خودشون رو معرفی کنن و برامون از تجربهشون با مجموعه فاندد مکس بگن. منم به نوبه خودم سلام عرض میکنم خدمت همه همراهان عزیز فاندد مکس. بنده محمد حسین شاطری هستم، فارغ التحصیل دانشگاه یوزر آکادمی مایکروسافت، مقطع PhD رشته PQL و از سال 2022 در حوزه پراپ فرم ها دارم فعالیت میکنم. ولی سابقه فعالیت من در پلتفرم های خارجی خب خیلی به درازا نکشید به خاطر بحث KYC و احراز هویت و با مشورت با دوستانم که دنبال یک پلتفرم سیف و امن برای ترید کردن در داخل ایران بودم به من مجموعه شما رو معرفی کردن و من واقعا از تجربه تریدم حالا با سرور شما و کلیت پلتفرمتون تا اینجای کار راضی بودم. با کدوم یکی از پراپ‌های خارجی همکاری داشتین؟ میشه بیشتر برامون توضیح بدین؟ من شروع همکاریم با پلتفرم FDMO بود و بعد از اون که شرایط حال بحث KYC و احراز هویت خب خیلی برای ایرانی‌ها محدودیت ایجاد کرد، ذهنیتم بیشتر اومد سمت پراپ فرم‌های ایرانی و دوست داشتم که توی کشور خودم بتونم ترید کنم و خب میگم خیلی تحقیق انجام دادم و یه پروسه حدود 2-3 ماه داشتم فقط ریسرچ میکردم که کدوم پلتفرم میتونه نیازهای منو برآورده کنه که بعد از اون با توصیه دوستانم با مجموعه فاندد مکس آشنا شدم. شما چه بالانس و چه نوع حسابی رو در اختیار داشتین و چه مدت زمان طول کشید که به این موفقیت برسید؟ من حساب 100K ورژن گرند رو خریداری کردم و با توجه به اون دیتیل هایی که توی مزایای فاندد مکس خونده بودم توی اون زمان که فکر کنم تخفیفم داشتیم، پروموشن بود، من حساب 100K گرند رو با بیمه خریداری کردم چون دیدم بنفیت ها و اون در واقع ویژگی هایی که داره خب خیلی بهتر از اینکه من بخوام حساب رو به صورت ساده خریداری کنم و به من شانس دوباره میداد برای شروع. تجربه ترید من در چالش اول چیزی حدود 2 هفته معاملاتی فکر میکنم زمان برد که تونستم چالش اول رو پاس کنم و در چالش دوم خب یه مقدار به لحاظ روانی معمولا تریدر تحت فشار قرار میگیره و خب شما اگه تجربیات و اکسپریانس تریدرهای بزرگ دنیا رو هم ببینید تو پراپ فرما معمولا اون در واقع فشار روانی توی مرحله دوم براشون ایجاد میشه که باعث شد حدودا 5 هفته طول بکشه و مجموعا در 7 هفته تونستم برداشت سود داشته باشم که در حال حاضرم خب تصمیم به خرید سنگین‌ترین اکانت فعلی فاندد مکس رو دارم. میتونم بپرسم در حساب ریر چه میزان برداشت سود داشتین؟ والا اگه بخوام دقیقش رو بهتون بگم در مجموع من چیزی حدود 4621 دلار برداشت داشتم. مرحله اول 1921 دلار و مرحله دومم 2700 دلار. نکته خاصی هست که بخوایم برای تریدر توضیح بدیم؟ با توجه به تجربه من که حدود 10 هست توی بازارهای مالی مختلف دارم فعالیت میکنم، حالا بازارهای اهم از بازار فارکس، بازار کریپتوکارنسی از سال 2016 و به کلی یه دید و اشراف خوبی تونستم نسبت به بازارهای مالی پیدا کنم. یکی از تجربیات مهمی که تونستم به دست بیارم موضوعش بر اینه که خیلی از تریدرها فکر میکنم با گذراندن یه سری دوره ها و ترین شدن در یه سری فیلدهای خاص میتونن توی بازار ترید کنن، کسب سود کنن، ولی ترید کردن واقعا همیشه قرار نیست برای ما سودآور باشه. ما نباید همیشه برای گرفتن سود وارد بازار شیم. سنس و حس روانی مارکت یک مرحله جلوتر از ماه و ما اگه بخوایم به اون تارگت ها و ایم هایی که برای سرمایه گذاری خودمون در نظر گرفتیم برسیم، واقعیت باید در وهله اول بتونیم به کنترل روی بحث مدل فکر کردن و احساسات روانی خودمون دست پیدا کنیم تا بتونیم
به عنوان یک تریدر موفق خیلی حرفه‌ای ترید کنید. حتی مباحثی مثل لایف استایل شخصی هم میتونه توی این موارد تاثیرگذار باشه، مثل میزان خواب تریدر. یعنی یک تریدر نباید فکر کنه که داره به عنوان شغل دوم کار ترید رو انجام میده. واقعا به نظر من زندگی تریدر باید مشابه زندگی یک ورزشکار باشه و روی تمام لایف استایل خودش بتونه کنترل مناسبی داشته باشه. خیلی ممنون آقای دکتر بابت وقتی که در اختیار ما گذاشتیم و با آرزوی موفقیت برای شما و تک تک تریدرهای فاندد مکس. ممنون از نگاه گرمتون.